الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردند که آیا یوریست خواندن جایز است یا نیست؟ به زبان تاجیکی حقوق شناس قانون‌های دموکراتی وضعی، دموکراتی یا غیر دموکراتی که غیر قرآن و سنت است، حکم غیر الله است. حقوق شناس شدن از در همین باب آیا جایز است یا نیست، یعنی خواندن همون سیستم. البته جایز نیست. با یوریستی مشغول شدن، خواندن یوریستی و آموختن قانون‌های غیر الله و مشغول شدن به همون و سود یا که قانونگذار پروکراتور یا که مجبور کردن مردم برای همین قانون که پلیس ها هستند، همه این سیستم، حتی ادوکات شدن برای تطبیق همین قانون، همه اش کفر است و از باب آموزش شرک است. وقتی که عملا تطبیق میکنید، از باب آموزش و تطبیق شرک است و صاحبش کافر خواهد شد. و البته ما یک بار کسی که در یوریست میخواند حکمش رو کافر نمیگیم، ما میگیم این عمل کفر است. آموختن حکم غیر الله کفر است. اما کسی که در این مسئله به سبب جهل آموخته شده است، نصیحت میکنیم، میرسونیم، ابلاغ الحجه میکنیم، قیام الحجت میکنیم و بعد از این مسئله روشن خواهد شد. و بعد از این که فهمید که حکم غیر الله این کفر است، تطبیقش هم کفر است، و بعد از این باز به همین راهش قدم نهاد، بعد از این حکم کفر را خواهد گرفت. اما عملش کفر است. این عمل مطلق کفر است. برای همین ما جوانان را نصیحت میکنیم که از این راه بازگردند. امروز به نهایت یک در بین جوانان مشهور شده است که حتی جوانهای بعضی از مسلمان ها هم میخواند یوریست بشوند، یعنی حقوق شناسی حکم های کفری. و البته این غلط است و عاقبت به نهایت سخت دارد و عاقبتش این عذاب دردناک الله است. بیایید حکم الله رب العزت و جلال را آموزید. حقوق شناس و یوریست در دین الله سبحانه و تعالی باشید. آموختن قرآن و سنت، آموختن قانونهای الله، امرهای الله و نهیهای الله، انمین حقوق شناسی است. ما در اسلام هم حقوق شناس داریم و در شریعت اسلام سیاست شرعی داریم. سیاست شرعی و اصل تمام سیاست، سیستم پیدایشش اولین بار در اسلام بود و یک مرد مسلمان و یک جوان مرد مسلمان شرفش این است که کتاب الله رب العزت و الجلال را خواند و حقوق قرآن را و امر و نهی قرآن را برساند و قاضی در مسائل شرعی با حکم قرآن و سنت باشد.